به نام خداوند رهبلد، رهنما و رهکشا. درود هموطنان عزیز. اینجا برلین و من دولت جان عطااللهیف. درود بر شما هموطنان عزیز. سال 2012 و 2013 به فکرم اولین بار در سالهای اخیر یک امید برای تغییرات بود، امید برای دیگرگونی در تاجیکستان، حتی برای انتخابات بود و حکومت هم در تهلکه بود. مخصوصا تلویزیون کاپیروس، برنامه های تاجیکی که از این کانال پخش می شدن مردم را واقعا بیدار کرده بودند و حکومت هم این را همچون یک پیغامی کرملین قبول میکرد، گرچنده که اینترنت بود. و اولین بار به نظر من ایورست، یعنی بلندترین قله مخالفت، این برنامه های پرشور کانال تلویزیونی کاپیروس بود. و البته فشار هم بعد این به سر من زیاد شد و در عین زمان سال 2012 وقتی که در قرغنتپه یک سمالیات روسیه را حکومت تاجیکستان گروگان گرفت، در این معرکه هم من خیلی فعالانه اشتراک کرده بودم و اولین مقاله در این موضوع در گزیت مشهور ایزویست چاپ شده بود که من گروگانگیری لیاچیک ها و سمالیات را به حبس پسر امانالله حکوموف در مسکو پیوسته بودم و واقعا چنین هم بود. همون شب و روزا در مسکو پسر امانالله حکوموف با 9 کیلو گیرین داشته بودند و با تمام دو پولهایی که این امانالله حکومت به روسیه پیشنهاد کرده بود، با وجود همین پسر امانالله حکومت ضد کردند. کاپیروس از یک طرف، جنجال گروگانگیری و لیاچیکه های روس در قرغنتپه 2، از روسیه کنار رفتنی برای یک مدت رحمانوف، بازی های وی با غرب، کوشش در 3 میز، در 3 استول شدن رحمانوف، در استول چین، واشنگتن و مسکو، این همه مناسبت روسیه و تاجیکستان را به درجه عالی سردی رسانیده بود و حکومت تاجیکستان هم در این همه مرا گناهکار می‌دانست و کوشش های به طور رسمی گرفتن حکومت امکانات ندادند و آنها دیگر رو آوردن به سوی قصد، به کشتار، یعنی به طور فیزیکی از نیست کردن من. در برنامه گذشته من درباره شهرت یخشمراد رو گپ زدم. امروز نقل من درباره مصطفی احمدوف است. من همیشه میگویم که پاسبان من، تلقرنیت من، تکیهگاه من، پشتبان من خدای من است. وقتی که درباره مصطفی احمدوف میخوام همین مکتوب برای شما نشون دهم. شما تصور کنید که مصطفی احمدوف سابقه که از آدمان شخصان نزدیک سهراب قاسموف، یکی از کماندان های فرانت خلقی، یکی از جلدادان فرانت خلقی، همین چی بود؟ مصطفی احمدوف. این مصطفی احمدوف چقدر برای خیلی سای حکومت می افتد و اینه در مسکو بازداشت میکنن. مصطفی احمدوف بعدا به من مراجعت میکند که التماس شما در سالن های سیاسی روسیه یار دوست بسیار دارید، کوشش کنید که من به تاجیکستان نفرستند. من آمادم که در زندان روسیه بمیرم، اما مرا به تاجیکستان نفرستند. هر خدمت از جانب من باشد من برای شما میکنم. یک مدت گذشت که با همون فرستاده های مصطفی احمدوف به نزد من آمدن و همین مکتوبی که من به شما نشون دادم آوردن. پروکراتور گنرالی تاجیکستان اول اینا مکتوب می نویسند مصطفی بازداشت میشد و حبس میشد، بعدا مکتوب می نویسند که او را آزاد کنید. این تماما در شاید که فقط در یک ابسوردستان
که کشور ما به اون بدل شده است چنین حالت ها رخ میدهند. آخران مصطفی از زندان آزاد شد و این رفت به دوشنبه. از هم عجیبش وقتی به دوشنبه رفت به این گذرنامه نو کردن در وزارت کارهای داخلی تاجیکستان و سپارش نو دادن که تو باید دادا جان عطااللهیف را از بین بری. من نمیدانم این ناموس این مصطفی بود یا که این کمکی من به نظر گرفت یا مردانگیش یا هر چی باشد، من هیچی گفتن نمیتونم. اما مصطفی احمدوف با آنها در دوشنبه وعده میدهد که بله من خواهش شما اجرا میکنم، من دادا جان از بین میبرم و میبرد به مسکو. برمیگرد به مسکو، همه خوب، پاسپورت نو، زندگی درجه عالی و بعد چند مدت مصطفی احمدوف هم کشته می شود. من با اون باور هستم که قتل نامردانه و ناحقانه شهرت یخشمرادوف و مصطفی احمدوف تنها و تنها به آن وابسته است که هر دو اینها نام سپارشگر را می دانستند و این سپارش را تا به آخر نرسانیدند. این داستان سوءقصد ها به همین تمام نمی شود. بعداً وقتی که من از مسکو را ترک کردم، وقتی این احساس کردم که در اینجا بودن بسیار خطر دارد، هر یک وزیر تاجیک، هر یک ثروتمند تاجیک میخواست که سری مرا به رحمانوف هدیه بیارد. برای آنها مخصوصاً همون برنامه های کپیلو تصور کنید، در خانه ها اولین بار در اکران ها مردم چه میبینن؟ میبینن که این شاهی که ما میگفتیم این یک آدم قطاری بوده است و میدید این یک بودشکنی بسیار این جدی بود. وقتی که مردم قصه میکنن که چه خیل کپیلوس را گوش میکردن، چه خیل آدمان تلویزیون ها را آغوش میکردن، چه خیل در دوشنبه در بازارهای دوشنبه همون انتینه ها یکی برای همون موجگیرها تماما همه اینا خریداری کرده بودند. آدما به یک چیزی کمیاب بدل شده بود. این واقعا به حکومت تاثیر سخت کرده بود و از جمله اون برنامه که من درباره توی پسری پرزیدنت نقل میکردم، همین برنامه رو قریب بیشتری تلویزیون ها در کشورهای گوناگون نشان دادن، بخش جز کم و از روی حسابای دوستان ما شاید همین برنامه رو کمش 50 میلیون کس تماشا کرده باشند و از خود کپیلوس هم ما همین برنامه 9 بار نشان داده بودیم موافق طلب مردم. داستان این سوءقصدها و کشتن من به این آرام نگرفت. بعداً حکومت تاجیکستان چند گروه ها را به اروپا فرستاند، از جمله به برلین برای کشتن من و این موضوع برنامه دیگر است. و خبری آخرین، بعد سلسله برنامه ها در تلویزیون کپیلوس، حکومت تاجیکستان، امام علی رحمانوف، سیمومین یتیموف و دیگران به رهبریت عالی روسیه مراجعت کردند که من بازداشته شوم. عزیزان، این من و این کرملین، این من و این مسکو، من در مسکو نشستم، اما بدانید روسیه تاجیکستان نیست، ولادیمیر پوتین امام علی رحمانوف نیست. مرا به هیچ وقت و عوضی هیچ چیزی به رحمانوف و به سیمومین یتیموف عوض نخواهند کرد. من عوض نشوندم، من سیاستمدارم، من ژورنالیستم، من سالک راه حقم، من دادا جان عطاالله ام و من مجبور بودم مسکو را ترک کنم. دیگر علاجی در مسکو ایستادن نبود. در صحبت‌های آخر درباره سوءقصدهای دیگر در اروپا به شما انشاءالله نقل خواهم کرد. خدا به همراه تا دیدار در برنامه‌های دیگر.